بفرمایید. نه همین خیلی قشنگ بود. بفرمایید. آقا خودش خوب میدونه که ما اونو از رودخونه درش آوردیم بیرون آوردیمش توی خونه. حالا پاشو حالی بکن به رقص و خوشحالی بکن مانند ما شو بشین و پاشو حالا که کپکت میخونه. اگه نرقصی میشینم عقده دل میکنم نگاه تو چشمات میکنم شکر و آغاز میکنم میگم اصلا جغجغرو نون بده و چاییت بده میگم حالا در بیاره کفشاتو دم پاییت بده. اگه نرقصی میشینم ده دل وا میکنم نگاه تو چشمات میکنم کر و آغاز میکنم میگم اصلا جغجغرو نون بده و چاییت بده میگم حالا در بیاره کفشاتو دم پاییت بده. افتخار زبون خانم. ماشاءالله ماشاءالله. قربان اسم جناب عالی؟ من دایی رضا هستم از بخش جنایی. رضا خوشباطن فرزند محمد علی صادره از تمام کل ایران. میشه ما این فیلمو پخش کنیم؟ دوست دارم. یه دهنم هندی بیان لطفا. از هند اومدم از هند اومدم چه بی غم و رند اومدم منم که دل شاد اومدم غم و آزاد اومدم به عشق شیرین اومدم با ماشین اومدم. اینو دیگه مرسی. خدا کاری بکن منم پول داشتم مثل حاج امینیان مغازه داشتم بلال ترک شیرازی کرده کبابم ترک شیرازی دختر گلون میرا بمبار شیطونه میگه برو کوزشو بردار. ای خدا کاری بکن منم پول داشتم مثل این داشت علی جون مرد بازارشم بلال که شیرازی کرده کبابم ترک شیرازی. خدایش میام بازار این حاجی به من انرژی میده تا اینجا میام دست پام درد غم قصه میام حاجی به انرژی ببرم. یه تهرون هم بیاین لطفا اینوری وایسین که مستقیم لطفا. مرسی. بابا امروز خرج آقا رو زیاد کردی الان با یه تا سکه بابل ما بریم که توی ماشینیم ولی شاد و غزل خون میرویم دست جمعیمون بسود شهر تهرون میرویم هرچه پیش آید خوش آید که خندون میرویم داری میبینی که ما جمع یارون میرویم آخ برم راننده را اون کلا جدنده را گاز و فرمونو ببین شور و حال بنده رو اخ نکن تو ای برادر من زخمت خورم آخ برم راننده را وایسین جدنده را. یه دقیقه اجازه بدید. خیلی ممنون بچه دست. ماشاءالله برو بره.